شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار یکم. ای مسافر، بگذری گر از درم به التفات، برف و باران در سرت. مهمانا گرزی درگاهم نگردی با نشاط، برف و باران در سرم. کتیبه دروازه، اگر تو بگذشته از تفنگ تیر اندازی، آینده به تو از تو تیر خواهند پران. ابو طالب فرموده است. بجای سرسخن، عموما در باب سرسخن، چون صبح بیدار می شوی از جایگاه یک بار جسته نخیز. اول خوابی دیدت را اندیشه بکن. به فکرم حتی خداوند هم پیش از آن که به مقربانش قصه غریبی را حکایت کند و یا پندی تازه فرماید، اول یک چیلیم تازه کرده به فرصت دود می کشد و اندیشه می راند. هواپیما پیش از آن که به پرواز آید خیلی غرس می زند. بعد آن را از فرودگاه کشاله کرده به خط پرواز می برند. سپس بلندتر غراس می زند. بعد سرعت می گیرد و پس از این همه به هوا می پرد. چرخبال سرعت نمی گیرد، ولی پیش از آن که از زمین بالا شود خیلی غراس می کند. شقراس می زند. دیر می لرزد. تنها عقاب کوهی از سر شاخ یک باره به آسمان لاجوردی پرواز می کند. آزادانه بال افشانده تا رفت بلند می براید و به نقطه بدل می شود و ناپدید می گردد. هر کتاب خوب هم باید همین طور بی شرح و ایضای دور و دراز، بی سرسخن دلگیر آغاز یابد. اگر برزگاوی قیصر را از شاخش نداری، از دمش داشته نمی توانی. اینک مطرب به دست تنبور گرفت. می دانم که مطرب خوش آواز است، پس چرا او پیش از آن که به خانش درآید اینقدر بیهوده زخمه می زند؟ در خصوص معروضه‌ای که پیش از کنسرت می شود، در باره لکسی که پیش از سپکتاکل می خوانند، در حق پدر عروسی که دامادش را به جای یک بار سری دسترخوان شینانده قدح پیش آوردن نصیحت‌های دلپزن می کند، نیز همین را گفتنیه. روز مریدان به همدیگر شمشیر خود را تعریف می کردند. هر کدام می گفت که شمشیر او از پولاد جوهردار ساخته شده است و در رویش چه سوره های حکمت آمیز از قرآن نقش یافته است. در بین مریدان نائبی شامل بزرگ حاجی مراد هم بود. او گفت در سایه غفص چنار نشسته چی بحث دارید؟ صبحدم در کارزار می بینید که شمشیر کدامتان برنده تر است. با وجود این به فکرم خداوند پیش از آن که حکایت خود را سر کند به فرصت چلیم می کشد. با وجود این در کوهستان من عادتی هست که از تگ در به اسب سوار نمی شوند. صاحب اسب از اول باید که جلوی اسب را داشته براید. این کار شاید برای آن لازم باشد که او بار دیگر بیاندیشد تا در اینجا چرا مانده می رود و در راه او را چی پیش خواهد آمد. کارش هر قدر ضرور باشد هم او اسب را از جلو داشته سالار و
اندیشه من تا دامن اول می رود و بعد پای بر رکاب نهادن زمان پریده به کوه زین می نشیند و بر قاش آن خم شده در خاکباد راه ناپدید می گردد. من هم قبل از آن که بر سمند الهام سوار شوم به فرصت اندیشه می کنم. من از جلوی اسب الهامم داشته از پهلویش قدم می زنم و اندیشه می رانم. در سخن تأخیر می کنم. سخن نه تنها در دهان کسی در می ماند که زبانش لکنت دار است، همچنین در دهان کسی نیز در می ماند که او سخنی بس موافق، ضرور و حکمت آمیز می جوید. من گمان ندارم که با خردمندی خود همه را به حیرت می گذارم، ولی زبانم لکنت دار هم نیست. من سخن می جویم. ابوطالب فرموده است سرسخن کتابم مثل خسی است که کوهستانی زنی خرافات پرست هنگام دربه کردن پوستین شوهرش به دهان می گیرد، زیرا اگر به دهان خس نگیرد گویا پوستین به کفن بدل می شده است. ابوطالب باز فرموده است من مانند آدمم که در تاریکی دری درآمد می جوید، یا آدمی که در را دست کرده یافته است اما هنوز نمی داند که در آمدن ممکن، ضرور یا نه. او حلقه بر در می زند. های مردم، اگر نیتی طعام گوشتار پختن داشته باشد وقتی برخاستن شد. های مردم، اگر نیتی تلقان کفتن داشته باشد راحت بخوابید، سر و سیمه نشوید. های مردم، اگر نیتی بوزه خوردن داشته باشد همسایه تان را فراموش نکنید. تیق تیق تیق. خیر چی کنم؟ درایم یا کارتان به من هم بود می شود. آدمی را 2 سال لازم است تا زبان برارد و 60 سال در کار است تا که در سخن تحمل آموزد. من نه 2 سالم نه 60 ساله، من در نیمه راهم. به هر حال من ظاهراً به نقطه دوم نزدیکترم، چون که برایم سخنی ناگفته از همین سخنهای گفته ارزشناکتر است. کتابی نانوشتم برایم از جمعی کتابهای نوشتم با ارزشتر است. این کتاب از همه عزیزتر، از همه مقدس و نوشتن آن از همه دشوارتر است. کتاب نو دری است که من هیچگاه ندیدم، ولی آن مرا به آغوش گشاده دعوت می کند. کتاب نو اسب است که من آن را هنوز زین نزدم، خنجر است که من آن را هنوز از نیام نکشیدم. مردم کوهستان میگویند بیهوده خنجر نکش و اگر کشیدی بزن، آنچنان بزن که هم سواره بمیرد و هم اسبش. شما درست میفرمایید مردم کوهستان. با وجود این پیش از آن که خنجر را از نیام کشید باید غالباً باور داشته باشید که وی تیز است. کتابم تو را سالهای دراز در ضمیرم پروریدم. تو مثل زن، مثل محبوبه هستی که دیدن او را کس از دور آرزو می کند اما هنوز دست نرسانیده است. گاهی او به من چنان نزدیک بود که دست دراز کنم، می رسید اما دل نمی کردم. شرمی داشتم، سرخ شده خود را کنار می گرفتم. ولی اکنون بس است. نیت کردم که دلیرانه روم و از دستش بگیرم. می خواهم نه عاشق بی‌جرأت بلکه مردی بیباک و کار دیده باشم. من اسب را زین می کنم، 3 تازیانه می زنم، هرچی باد و باد. با وجود این من اول به یک پاره کاغذ از تماکوی دستی خودمان انداخته آن را به فرصت می پیچانم. اگر پیچاندنش اینقدر نشأه بخشد کشیدن آن چه کیفی داشته باشد. کتابم پیش از آن که تو را آغاز کنم قصه‌ای در نهادم پخته رسیدنت را می خواهم حکایت کنم. می خواهم بگویم که برای چی سان نام یافتم، برای چی تو را می نویسم و مقصدی من از زندگی چیست. مهمان را به آشخانه دعوت می نمایم. اینجا گوشت گوسفند پاره می کنند و هنوز نه بوی کباب بلکه بوی خون گرم، بوی گوشتی تازه می آید. دوستانم را به پیرخانه ایجادیم هدایت می کنم و رخصت می دهم که دستنویس‌هایم را
پریشان کنم. اگرچه پدرم می گفت کسی که دستنویس‌های دیگران را پریشان می کند مانند شخصی است که کیسه دیگران را می کاود. پدرم باز می گفت سرسخن به آدمی شانه پهنی ماند که در سر کلاه کلانی دارد و در تئاتر پیش من نشسته است. اگر وی به این طرف و آن طرف نجنبید راست شیند دردی بخیر، اگر جنبد به تماشای من بسیار خلل می رساند و عاقبت قهرم را می آرد. از دفترچه خاطرات مرا بسیار پیش می آید که در مشاوره های مسکو یا دیگر شهرهای روسی سخن می کنم. اهلیان مجلس ها زبان اولی را نمی دانند. من اول درباره خود به زبان شکسته روسی نقل می کنم، سپس دوستانم شاعران روس ترجمه شعرهای مرا می خوانند. اما پیش از شعرخوانی اهل صحبت خواهش می کنند که شعر به زبان مادری بخوانم. ما لفظی اوری، شعری اوری شنیدن می خواهیم. می گویند آنها من می خوانم ولی شعرخوانی من مثل آن است که حافظ پیش از آغاز سرود تارهای تنبور را زخمه می زند. آیا سرسخن کتاب همچنین نیست؟ از دفترچه خاطرات وقتایی در مسکو خواندنم پدرم پول فرستاد که برای خود پلتای زمستانه بخرم. طوری شد که پول را خرج کردم و پلتا نخریدم. در تعطیل زمستانه مجبور شدم که به داغستان با همان لباس تابستان به مسکو پوشیده آمدم برگردم. در خانه نزد پدرم خود را سفید کردنی شده گپ‌های بافته برآوردم که یکی از دیگر بی‌معنی‌تر و ناچسبان‌تر بودند. بعد از آن که تماما دست و پا خوردم پدرم گپی مرا بریده گفت ایستا رسول، من به تو 2 سوال دارم. خوب بگوید. پلتا خریدی؟ نخریدم. پول را خرج کردی؟ خرج کردم. انا اکنون همه گپ معلوم شد. مادام که مقصد را با 2 سخن افاده کردن ممکن است، برای چی تو اینقدر گپی بسیاری بیهوده زدی؟ و چرا این سرسخنی دور و دراز را بافتی؟ پدر مرا چنین تعلیم میداد. با وجود این کودک نوزاد یک بار زبان نمی برارد. او پیش از آن که سخنی بگوید صداهای نامفهوم می برارد. گاهی کودک از شدت درد می گرید و حتی مادر نمی داند که کجای فرزندش آزار یافته است. آیا دلی شاعر مثل دل کودک نیست؟ پدرم می گفت وقتی که آدمان از کوه فرآمدن رمه را منتظرند اول شاخ سیرکه را می بینند که وی همیشه پیش و پیش رمه می گردد، بعد خودی سرکه را و بعد رمه را. وقتی که مردم به آمدن دسته تویکی یا عزاداران چشم دارند اول پیک را می بینند. وقتی که مردم به اول آمدن پیک را منتظرند اول خاک باری کوچه را می بینند، سپس اسب و بعد خودی پیک را. وقتی که مردم بازگشت سید را منتظرند اول سگی او را می بینند. در باب پیدایش این کتاب و محل انشا گردیدن آن کودکان هم به مثل کلان سالان خواب می‌بینند. کتیبه گهواره اسلحه‌ای را که یک بار به کار می‌آید تمام عمر گرفته می‌گردی. شعری که تمام عمر تکرارش می‌کنی به یک بار انشا می‌شود. از بالای اول مرغی بهاران پرواز می‌کرد. جایی می‌جست که نشیند و اندک دم گیرد. بام دید وسیع، هموار و تازه. بالای بام تخت سنگ مرغ از فضا فرآمد و روی آن سنگ نشست. دختری چالاک کوهستان مرغ را داشته به خانه درآورد. مرغ چون دید که اهل خاندان به وی مناسبت خوش دارند انس گرفت و آنجا آرامید. بروی نعلی که در کهنه بالاری دود خورده خانه کوفته بودند
لانه گذاشت. آیا کتاب من همچنین نیست؟ چندین بار من از فضای آسمانی نظمم به پایین به همواره این نثر نگریسته جای می جستم که فرآمده اندک دم گیرم. نه این را به هواپیمایی که به فرودگاه نشستنش لازم است تشبیه دادن جایزتر است. اینک من دور میزنم تا فرود آیم، ولی بنابر ویران بودن هوا فرودگاه مرا قبول نمی کند. از دایره وسیع درب زنی باز برای راست در آمده پرواز می کنم. زمین دلخواهی من باز در پایان می ماند. چون این حال با من نه یک بار و دوبار روی داده است. پس گمان کردم که فرودگاهی مستحکمی بتانی نصیبی من نبوده است. پس باید پای من به ایست برای زمین قدم زند، چشم من گوشه های نوی عالم را ببیند، دلی من به آرام سرودهای نو به نو ایجاد کند، مثل جفترانی که غرق تماشای ابرهای شناور یا ترنه‌های درگذر است و خود را از آغوش این منظره دلربا وارهانیده باز با غیرت نو ایسپار را داشته به زمین خم می شود. من هم از نو به سرودن داستانی ناتمام می نشستم. آره، هرچند که نظم خود را به فضای آسمان تشبیه می دادم، ولی آن مزرعه من، کشتزار من، مهنت دشوار من بود. من هیچگاه نثر ننوشتم. روز یک مکتوب گرفتم. مکتوب از نام محرر مجله‌ای با نفوذ بود. در آمدیگه بگویم که محرر هم شخصی با نفوذ است، که شخصی با نفوذ است. محرر هم مکتوب را با سخنانی محترم رسول آغاز کرده بود. خلاص سراسر احترام صمیمی طرفین بود. وقتی مکتوب را گشادم به نظرم وی چون پوستی گاو میش نمود که مردم کوهستان برای خشکانیدن بالای بام پهنش میکنند. مکتوب را ورق میزدم و میدیدم که آهنگش از صدای پوستی خشک ماندنی ندارد. فرق در آن که از آن بوی تیزی دماغ سوزی پوست نمی آمد. مکتوب بوی نداشت. محرر نوشته بود: اداره مجله ما به چنین قرار آمد که در یکی از شماره های نزدیکترین درباره موفقیت ها، کارنامه ها، مهنت هر روزه مردم داغستان مطلب چاپ کند. بگذار این نقل درباره مهنت دوستی عادی، درباره کارنامه های آرزوی و امیدهای آنها باشد. بگذار این نقل درباره فردای درخشان کشوری کوهستانی تو، درباره عنعنه های قدیمی آن باشد، ولی اساساً درباره امروزی فیروزیان. ما به این خلاصه آمدیم که چون این مطلب را تو از همه خوبتر نوشتن میتوانی. نمودش از روی صلاح دید خودت، حکایه، مقاله آچر، یک سلسله لوحه، حجم مطلب 19 صحیفه چاپی، مهلتش 20-25 روز. امیدوارم و پیشکی منت داریم. یک وقتا دختر را از خودش نپرسیده به شوهر میدادند، یعنی اگر با عباره امروزه بگوییم با امر واقع روبرویش میکردند. اما آن زمان ها هم در کوهستان ما کسی حد نداشت که توی زنگیری پسرش را به رضایت خودی او گذراند. میگویند که به این کار بار یک ساکنی گیتاتلی جرأت کرده است. آیا محرری محترم مجله از اولی گیتاتلی است؟ خودش همه را به جای من حل کرده است. آیا من راضی میشوم که درباره داغستانم در حجم 9 صحیفه و در مدت 20 روز حکایت نویسم؟ قهرم آمد. آن مکتوبی برایم تحقیرآمیز را یک سو هوا دادم. بعد چند وقت تلفن من چنان به آرام زنگ زدن گرفت که گویا این تلفن نه مرغ نو تخم کرده باشد. بیشک از اداره مجله تلفن میکردند: سلام رسول، مکتوب ما را گرفتی؟ گرفتم. فرمودی ما چی شد؟ من وی کار بسیار هیچ وقت نمیابم. نه خود رسول، جای گپ هم نیست. آخر نشر مجله ما قریب 1,000,000 نسخه است. آن را در خارج هم میخوانند. خیر اگر در حقیقت دستت بند باشد ما به نزد آدم میفرستیم. تو بعضی قید و شرط را میدهی،
آن طرفش را خودش درست می کند. بعد خوانده کم و بیش اصلاح میکنی و امضا میگذاری. و ما از همه مهمش امضای تو. بگذار چشم کسی که طاقت مهمان ندارد کور شود. اگر کسی مهمان را با روی ترش یا ابروی پرچین پیشواز گیرد، بگذار در خانهش نه پیری نصیحتگری ماند نه جوانی نصیحت شنو. ما به مهمان و مهمان داری چنین عقیده داریم، ولی از برای خدا به نزد من سری خلوار نفرسته. من دفی خود را به وی هم تفسانیده می توانم. به کوزم نیز خودم دست ساخته می توانم. کس نخورد پشت من چون ناخونی انگشت من. گفتگوی ما با همین انجام یافت. و السلام و الکلام. من رخصتی 1 ماه گرفته به اول خودم سده رفتم. سده 70 آتشدان گرم، 70 موری که دودی کبوچتابش به آسمان صاف کوهستان می پیچد. خانه های سفید در روی زمینی سیاه. در دمی اول پیش و اطراف خانه های سفید مزرعه های همواری سبز پوش. در پسی اول شاخها سر برداشتند. صخره های تیرگون بالای سری اول ما توده شدند، مثل بچه هایی که بروی بام هموار جمع آمده در پایان در روی حوله توی تماشا میکنند. به اول صدا آمدم و مکتوب پدرم که اولین بار مسکو را دیده به ما نوشته بود به یادم رسید. پی بردن دشوار بود که پدرم در مکتوبش جدی گپ میزد یا شوخی میکند. او از دیدن مسکو حیران شده می نوشت: به نظر چنین می رسد که در اینجا در مسکو به آتشدان علو نمی مانند، خوراک نمی پزند، چون که من به دیوار خانهشان تپک چسبانی زنها را نمی بینم. از بالای بام خانه ها تلپکی ابوطالب بر این پیچیده برآمدن دود را نمی بینم. در بالای بام کلوخکوب هم نمی بینم. ندیدم که مسکویگی ها در بالای بامشان علف خشک کنند. آخر آنها علف خشک نکنند بگاوشان چی میخورانند؟ زنی ندیدم که 1 بند خس یا علف را پشتاره کرده میرفته باشد. یگان بار آوازی سرنه یا صدای دف را نشنیدم، گویا که جوانهای اینجا زن نمیگیرند و توی نمی کنند. در کوچه های این شهر غلطی همین قدر گشتم و یگان سر گوسفند ندیدم. عجبا، وقتی که به آستانشون مهمان قدم میماند این ماسکویگی ها چی میکشند؟ به پیش پای مهمان گوسفند نکشند پس او را با چی پذیرایی میکنند؟ نه، من این خیلی زندگیانی را آرزو نمی کنم. من در اولی خودم ساده زندگی کردن میخواهم. آنجا با زنم خینکلی سر روغن و سر فرموده اشکم سری خورده میتوانم. پدرم مسکو را با اول خودش مقایسه کرده بسیار کمبودی های دیگری نیز یافته است. وقتی که او به دیوارهای خانه های مسکو تپک نچسباندن میگفت البته شوخی میکرد، اما وقتی که اولچه خود را از چنین شهری بزرگ اولام میشمارید شوخی نمیکرد. وی صده را دوست میداشت و به پایتخت یگان مملکت دنیایی وضع نمیکرد. صده عزیزی من، اینک من به نزدت از آن جهانی به حدود که در وقتش پدرم کمبودی های بسیاری آن را یافته بود آمدم. من این جهان را دور زده بسیار چیزهای عجیب و غریب دیدم. چیزهای زیبا چنان زیاد بودند که نگاهم پریشان می شد و نمیدانستم کدامی آنها را تماشا کنم. چشمم دم به 1 قصری محتشم، دم به قصر دیگری، دم به 1 چهره زیبا، دم به چهره دیگری می افتاد. ولی می دانستم که چیزهای دیدگیم هر قدر زیبا باشند و فردا از این زیباترش را خواهم دید. می دانی جهان پایان ندارد. بگذار آبیده های هندوستان، اهرام های مصر، قصرهای عتیقه ایتالیا مرا ببخشند. بگذار راه های پرشکوه ماشینگردی امریکا، گلگشت های پاریس، باغ های انگلیا، کوهسار شویتزاری مرا ببخشند. بگذار صنم های لهستان، ژاپن، ریم مرا ببخشند.
من شما را با هوس تماشا میکردم، اما دلم آرام بود و اگر ناآرام گرددم نه به حدی که خلقم خوش شود و سرم چرخ زند. پس چرا حاضر این 70 بونه‌ای در کوهپایه ها پناه یافته را از نو دیده دلم و جنبش آمد، چنان به جنبش آمد که قفس سینه‌ام تنگی کرد، قبرقه هایم به درد آمد، چشمانم سیاه رفت، سرم چرخ زد گویا که بیمار یا مست باشم. نخواه، یک اولچه داغستان از ونیتسیا قاهره یا کلکته زیباتر باشد. نخواه، اور دختری که یک درزه هیزم به دوش با پیراهی ده قدم میزند از دختری سرقدی ملموی اسکاندیناوی خوشروتر باشد. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار یکم.